چشم باز میکنه و همشون غریبن. هر روز تصور کن هر صبح بیدار شی و هیچ کس رو نشناسی، حتی خانوادت. برای اون دختر این کابوس هر 24 ساعت تکرار میشه. مغزش کامل ریست میشه. مادرش میگه صبح بخیر عزیزم و دختر عقب میره چون فکر میکنه یه غریبه داره بهش نزدیک میشه. پدرش هر روز همون عکس‌ها رو پرت میکنه جلوش. ما خانوادتیم، ولی برای اون عکس‌هایی از چند آدم ناشناس. هر شب تو دفترش مینویسه اگه امروز کسی رو نمیشناسی نترس، اینا خانوادتن. اما صبح بعد همه چی دود میشه. ترس دوباره، شروع از صفر. و دردناکترین قسمت، خانوادش مجبور میشن هر روز از نو عاشقش کنن و اون هیچ وقت یادش نمیمونه.